به افتخار این بچه‌های گروه بزنید که واقعا ترکوندن. قبول ندارین؟ یه دست به افتخارشون بزنید دیگه ببینم چیکار می‌کنید. خوش گذشته تا الان؟ از اینجا به بعد من گارانتی میکنم خوش میگذره. یه دست به افتخار خودتون بزنید تا بریم سراغ آهنگ بعدی. امشب رقص و آهنگای 6 و 8 و اینا برجاست. بعد من کلی دیجی خفن هست که میخوان اینجا رو براتون بتونه کنه. ما این مقدار آهنگا رو عاشقانه میکنیم تا ببینیم چی میشه، بستگی به انرژی شما داره. پس یه دسته دیگه به افتخار خودتون و بچه‌های بند بزنید. قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده پر بگیر. قلب تو قلب پرنده، میخونی؟ آخه چقدر صداهاتون قشنگه. از خودتون فیلم بگیرید ببینید چیکار دارید میکنید. حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه، اولین و آخرین حرف هر روز و هنوزه. تنهایی شاید یه راهی تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت، اما تو این راه که همراه دو سجوم خار و خط نیست. کسی شاید باشه باید، کسی که دست داد نفس نیست. قلب تو قلب پرنده، پوست تمام زندون تنو رها کن ای پرنده پر بگیر.
دوست داشتین؟ به خدا ما فکر کنم بعد 5-6 ماهه که اصلا دست به ساز و میکروفون زدیم. امیدوارم که همیشه اتفاقای خوب برای ما ایرانی ها بیفته. خیلی حالمون گرفته است ولی روزای خوب و روشن نزدیکه. یه دست به افتخار ایران بزنید. از حق نگذریم. امروز کانادا دیه، به افتخار کانادا که اینقدر مملکت باحالیه. نمیشه این دوتا رو ما بخوایم مثلا با هم مقایسه بکنیم، نمیشه. ولی به افتخار ایران و کانادا همزمان یه دست بزنیم ببینیم چیکار می‌کنیم. یا آهنگ از خانم گوگوش براتون اجرا می‌کنیم. امیدوارم که دوست داشته باشین. همین جوری که دارید همراهی می‌کنید همراهی کنید. به خدا انقدر به ما انرژی میدید، ما همونو 100 برابر به شما برمیگردیم. شادش کن آقا. یاد بده. ان شاء الله. شادش کن.